طریقه پیچوندن دلمه توسط باران خانم اینا رو درست کرده. حالا میخواد یکی رو نشونه همه بده یاد بگیرم. برو دارفا. سلام، امروز میخوام پیچوندن دلمه بهتون یاد بدم. اول برگ دلمه میذاریم روی پلاستیک فریزر، بعد مواد رو میریزیم بالاش، بعد میایم از بالا لول میکنیمش. باران خانم دستکشان کرده، دستش بهداشتی. خب لولش میکنیم، بله. بعد میایم از بالای پلاستیک تاش میکنیم، چاقو رو میذاریم اینجاش، پلاستیک رو گرفتیم میکشیم. شد یه دلمه خوشگل. مرسی خانم. حالا بذارش اینجا. این چند تایی که درست کرده. 5 مرسی.